سلام دوستان، امروز اومدیم با ساده ترین روش براتون جوجه کباب درست کنیم. برای درست کردن جوجه کباب بهتر از سینه مرغ استفاده کنیم. بعد از خرد کردن کامل سینه مرغ آن را میشوریم و بعد در صافی میریزیم تا آب کاملا خشک شود. بعد به جوجه، پیاز، فلفل، 2 قاشق ماست محلی، زردچوبه، نمک، لیمو ترش بهش اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم. بعد میذاریم 2 ساعت تو یخچال تا مزه بگیره و به سیخ میزنیم. خب دوستان، بعد از 2 ساعت خوابوندن جوجه الان نوبت سیخ زدن. دوستان اگه تا الان خوشتون اومده پست را لایک کنید. دوستان بعد از سیخ زدن شما بگین نوبت چیه؟ بله، نوبت کباب کردنه، اونم با زغال بلوط. چه کبابی بشه دوستان اینم نتیجه کارمون. اگر خوشتون اومد ما را فالو داشته باشید و لطف میکنید به دوستانتون معرفی کنید.